از کارهای غیر دولتی غیر دینی با خمچی آرامی اوراست ما در این خرسندیم که تا حال دیره وطن ما همچون جوان است گلگون است تمام جهانیان میشناسند تاجیکستان به خاطری که به خاطر محترم امام علی رحمان همه کارها رو به خوبی انجام دادگی است ما خرسند داریم خلاصه شب تن بتوانید اون یک مشکل گپ زد گوش کنه با توقعی باشم که برادر ناتوقعیه خیلی آدمه ما خواهش داریم از دولت اسلامی از کنسول که فرزنده ما در دولت ایرانی تاجیکستان هستند آنها را برگردانده دارد تا که ما خوشحال شویم تا که امنیت ما را ما دخالت نکنه مقصد که یگانه کسی نمیگذاریم بر دولت ما بر سیاست ما دخالت میده هیچ وقت من فیض‌الله و هومیه پسرم حیدر و سید اکبر امی با قدرش نصیحت کردیم 2013 با جمهوری ایران رویش کردیم در مکتب همون دینی مکه زایدان ایران ده هم میخوندک چند سال پیش خوندک بعد در همونجا پیش وقت گپ میزدی قیسول دیگه گپزنیش دیگه شد در جمهوری ایران چه خیلی تربیت میکنه چه خیلی درس میتن من نمیدونم اخی گپزنیش دیگه شد رفتارش هم دیگه شد نمیدونم که چی وای خیلی شده امی جمهوری ایران خواهش میکنم که خیلی اخی همی بچهای ما را خپیده باشن خیلی رویشو کنن اخی
ما هم با همون دیدار همون دوره میخوایم که همون را ببینیم. فرزند دارن، زن دارن، چند سال شد فرزند چند ندیده. او هم همینجا را یاد کرده. پیش وقت میگم در تلفن که من میفورم که برم یاد کردم وطن خدمت. بس هنگ چوی همی وطن دوره میخواه بیایم. نفهمیدم. من پدر نبود فیصد فرزندم 4 سال باز در جمهوری اسلامی ایران تحصیل میکنم. فرزندم وقتی گفت که من پدر در جمهوری اسلامی ایران میرم، من گفتم که باید نکنم. نرم خواهد گفت میرم پدرجان میخونم، چیز دینی میگیرم، خواهد تربیه دینی میگیرم. من خیلی هم پیشی روشن نگرفتیم. رفت 3 سال زیاده از 3 سال با تلفن با هم دیگر علاقه خوب داشتیم. خیلی تیج بودیم، آرام بودیم که فرزند خیلی خونده 5-6 ماه باز فرزندمون در علاقه نیست. وقتی که ما گفتیم که به وطن برگردیم با همین علاقه کنده شد. ما در خواطر شدیم، ما حکومت را طلب میکنیم که فرزند ما را بازپس گردانند از جمهوری اسلامی ایران. اونم در جمهوری اسلامی ایران تینجینی ما بفهمیم که تینجینی است. فرزندای توجیک با گروه های افراطی جلب میکنن. از همین سبب میگیم که فرزند ما با هم گروه جلب نشود. مجبور میشیم که با سفارت ایران مراجعه کنیم، طلب کنیم از آنها که هم فرزند ما را برگردانند. فقط در فکر چیزی همونه که فرزند ما بازپس گردانند.
عبدالعلیم شادی خوجه استقامت کننده شهر حصار جماعت دهات نوآباد پدر عبدالعلیم جلال‌الدین می باشم. پسر من از سال 2013 به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده به نیت خواندن درس‌های اسلامی و قارگی رفتگی است. سال 2017 سفر کردم برای بازگردانده آوردنش گفت که تا من مکتب تمام نکنم نمیرم. من از جمهوری اسلامی ایران از سفارت جمهوری اسلامی ایران خواهش می نمایم که برای برگرداندن این فرزند من متابعت کنند. من خواهش دارم برای آنکه حاضر در همین حرکت های افراطی بسیار جوانان شامل شده ایستادند. برای همین ما دائم در تشویشیم. برای همین باز هم احترامانه خواهش میکنیم که ما را یاردم کنه این فرزند ما برگردد. من سعید امین پدر سعید اکبر می باشم که پسری من بعد ختم مکتب میانه سال 2007 به جمهوری اسلامی ایران برای تحصیل گرفتن دین رفته بود. از سال 2007 تا 2010 با واسطه تلفن با پسرم علاقه میکردیم. بعد از سال 2010 پسرم با ما میگفت که در مدرسه زیدان تحصیل دینی فرستادم. 5-10 سال شد که پسری ما در همون جا خاطر شدیم که در بین دولت‌های همسایه جنگ و رفته صدر یمن، سوریه، عراق و افغانستان ما خاطر شدیم که پسری ما در همون گروه ها نروند. من از ایران طلب میکنم که فرزند ما را به وطن برگرداند. از اون رفته عقیده‌اش دیگر شده و ما را فراموش کرده. این ایران چه دولت اسلامی است که پسری ما رفته در اوجا تحصیل دینی گرفته ایستاده است و پدر و مادر خود فراموش کرده. ما خواهش داریم که از دولت اسلامی ایران پسری ما را به وطن خود برگرداند.
قاسموویچ استقامت کننده شهر حصار، جماعت میرزا ترسونزاده، دهه روشندلان، پسر من فاضلوف عباس خان از سال 2002 اینجانب در جمهوری اسلامی ایران تحصیل دارد. هر سال پسر من اومده 1 ماه 2 ماه قطعی ماه میستاد با شهر همه ایران برمیگشت. 2.5-3 سال شده است که هم پسر ما فاضلوف عباس خان در تماس نیستیم. ما کم ترک اما چی میکنیم که همه طرف های سوریه یا عراق نرفته باشن، ما در تشویشیم. جمهوری ایران که همه پسر ما را بر همه وطن خودش بر بگردانه. سعید و مرزامرود استقامت کننده دهه دربت سویت قشلاق دربت شهرک حصار پدری سعید و طاهر جان ما هر روز در تلویزیون تماشا میکنیم میبینیم که در جهان جنگ و جدال رفته برای همین تشویش شدیم. دلم تشویش میکنه. همون فرزند ما رو طاهر جان رو ساق سلامت به وطن خودمان تاجیکستان روی کنم. از شما خواهش و طلب دارم از سفارتخانه جمهوری ایران التماس میکنیم و دعوت میکنیم که همین فرزند ما را شخیل شده و تاجیکستان خودمان و پیش پدر و مادراشون ساق و سلامت روی کنن. از شما خواهش میکنیم سفارتخانه ایران. من از شما خواهش میکنم که فرزند ما رو بر پیش ما روان کنیم. آخ یک فارشی قدمون گام نمیزنم.
می‌کنه. ای جبرای سیون که کنی میمونه جا ممکنه سیون که بریم سیون چکا خود زیسی برخت هم آدم ها؟ سیون چکا خود برخت هم آدم درد سر میخریده بسو بگذاری رقب هم بور کنم برام چیگه برام شیجا کنه؟ نمیم بایده لبای حضرت